این پرچم اینجا میبینید. من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جزوشه، بلوچستان جزوشه، کردستان جزوشه، خوزستان جزوشه. وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم، نگاه نمیکردم زیر پام ببینم که خب این کدوم منطقه است. خاک کشورم بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضیا بپذیرن، ممکنه بعضیا نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جابجا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست. بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره. من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو 3 اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت و مسئله یکپارچگی کشور. یکی از اصول کلیدی است. شوخی بردارم نیست، تعارف هم با کسی نداریم.